بعدش با هر کدومتون یه صحنه. در آخرین مراحل پیش از به روی صحنه رفتن زهره و منوچهر، نوشته ناتمام ایرج میرزا هستیم که با هوشیاری و ظرافتی بی‌نظیر توسط شاهرخ مشکین قلم، صدرالدین زاهد و حمیدرضا جاودان در تئاتر ژیمناز به روی صحنه می رود. استقبال حاضران در شهر پاریس تأییدی دیگر بر کار این هنرمندان است. نور و سایه، پیوند و تکرار زندگی روزانه هر هنرمند است. شاید برای هنرمندان در غربت پاسخ به این پرسش هم باشد که استقامت هنرمند اجبار و اختیارش در یک وظیفه خلاصه می شود. صدرالدین زاهد عقیده دارد. عرض کنم خدمتون که خب تئاتر قدیم و تئاتر فعلی و تجربیاتی که ما در زمانهای مختلف داشتیم و اتفاقی که افتاده، حالا خارج از اون دایره اومدیم بیرون و در دایره جدیدی که دایره حوزه زبانی ما نبوده شروع کردیم به کار کردن و تو این حوزه زبانی سعی کردیم تا اونجایی که تونستیم یک برخورد سالم و درست از فرهنگمون داشته باشیم و این رو بتونیم ارائه بکنیم در محیطی که محیط ماها نیست. حمیدرضا جاودان در ادامه میگوید نمیدونم اگر بگم در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست که بقیه‌اش هم خودمون میدونیم، یا اینکه ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، کدومش میتونه نزدیک به جواب باشه. ولی چیزی که هست اینه که دایره زندگی است. ما یک حرکت جغرافیایی کردیم، یک گریز، یک فاصله گرفتیم از اون جایی که درش زاده شدیم، ولی دنیاست و دنیا عملکرد خودش رو داره. کار موسیقی را در طول نمایش فرید فدوی به عهده دارد. کاری دشوار در این نمایشنامه که همراه و هماهنگ کننده صحنه‌های بسیاری در زهره و منوچهر است. سلام به همه شما. و سوزی ضیایی، مدیر گروه نکیسا، درباره زهره و منوچهر که زبان شعر در کار مشکین قلم چه کار و چه هدفی را نگاه می کند میگوید: استفاده از شعر به طور کلی کاری است که آقای مشکین قلم با نهایت ظرافت و دقت انجام میدن و در این نمایشنامه هم همین کار رو کردن. اگر متوجه شده باشید در کارهای بزرگ رقصشون مثل باله عمر خیام، باله هفت پیکر، از اشعار ایرانی و از اسطوره‌های ایرانی استفاده میکنن. به خاطر اینکه همونطور که میدونیم شعر شاید بزرگترین و مهمترین بخش هنری فرهنگ ما باشه. نایب اول به وجاهت چون ما رخ به نماجب از طلب کرد و تفنگ و فشنگ تاخت به صحرا پی نخجیر و رنگ رفت کند هرچه مرال است و میش برخی بازوی توانای خویش. شاهرخ مشکین قلم این بار بازیگری، رقص و شعرخوانی را همزمان ارائه می‌دهد. داستان زهره و منوچهر قصه‌ای کهن از یونان که شکسپیر به تراژدی آن را نوشت و ایرج میرزا در اقتباس دلخواسته‌ای زهره را آمده و مشتاق از آسمان به زمین معرفی می‌کند تا گفته باشد عشق یگانه رابطه دو انسان است. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.